سلام، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. به کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدین. امروز میخوام در مورد یک موضوعی صحبت بکنم که خیلی کلا توی مراجعینم میبینم که با این موضوع مشکل دارن به خاطر این موضوع اذیت میشن و خیلی هاتون که بهم پیام میدین و در مورد مسائلی که باهاش دارین دست و پنجه نرم میکنین و اذیتتون میکنه صحبت میکنین. این موضوعی که خیلی تکرار میشه. برای هم تصمیم گرفتم در موردش توی این اپیزود صحبت بکنم و مطمئنا میتونه خیلی بهتون کمک بکنه. یه سری نکات رو بهتون میگم. ازتون میخوام اگر کانال تلگرام من رو ندارید حتما وارد کانال تلگرام من بشین. من اونجا یه سری پادکست ها رو اصلا جدا از پادکست هایی که توی کانال یوتیوبم میذارم اونجا میذارم. هر هفته یعنی در طول هفته چندین پادکست میذارم در مورد موضوعات مختلف و در مورد اینکه بخوام چه موضوعاتی رو توی کانال یوتیوب صحبت بکنم اونجا حرف میزنیم. اونجا باشید. متن‌ها پادکست ها میتونه بهتون کمک کنه. میتونید توی ساختن اپیزودهای بعدی به من کمک بکنید و آیدی خودم رو گذاشتم اونجا. درسته پیام ها خیلی زیاده ولی من حتما در طول روز یک تایمی رو مشخص میکنم تا اینکه حالا خودم همه کارا رو انجام داده باشم، مراجعین حضوری حالا اونایی که با من مشاوره دارن و ویزیت کرده باشم فکرم آسوده باشه میام و به پیام های شما هم جواب میدم حتما. خب بریم سر بحث امروزمون. چجوری فراموشش کنم؟ یعنی یه جورایی اون شکست احساسی که خیلیامون مطمئنا توی یه بره از زندگی همه ما دوچارش میشیم. یعنی هر کی بگه نه مطمئن باشه که دروغ گفته. بالاخره برای هممون اتفاق میفته که درگیر احساسات بشیم، درگیر احساساتی که شاید درست نباشه، شاید تو زمان اشتباهی باشه، شاید به آدم اشتباهی باشه و بالاخره مجبوریم جریان زندگی به ما جوری برامون پیش رفته که مجبوریم اونو در واقع فراموشش بکنیم. میخوام در مورد این موضوع صحبت بکنم. چجوری میشه کسی که ما رو ترک کرده یا کسی که به هر دلیلی ما رابطمون باهاش تموم شده رو فراموشش بکنیم؟ اولین چیزی که باید بهش دقت بکنید اینه که اصلا دنبال این نباشید که بخواید چیزی رو فراموش کنید. من هر چقدر که به ذهنم بگم یه کاری رو نکن بیشتر اون کارو انجام میده. مطمئنا برای خیلیاتون این موضوع ثابت شده. هر چقدر که تو به یه بچه بگی به این دست نزن دستت میسوزه اونجا نرو میافتی، اون بیشتر میره تا بره خودش تجربهش کنه، تا بره خودش ببینه که واقعا چجوریه و دیگه اون کارو انجام نده. هر چقدر که تو به ذهنت بیشتر بگی فراموش کن، بهش فکر نکن فلان، براتون سخت‌تره، یعنی بیشتر به اون موضوع فکر می‌کنی. پس اصلا این موضوع که بخوای فراموشش کنی رو از ذهنت خالی کن. تو باید رهاش کنی. این موضوع، این تجربه باید توی گذشته تو رها بشه. ممکنه زمان ببره، برای خیلی‌ها ممکنه بعد از مدت‌ها نتونن کامل اون موضوع رو از یاد ببرن. پس چیزی به اسم فراموشی رو تو ذهنت اصلا جا ننداز. تو قراره که این موضوع الان رهاش کنی و بدونی به هر دلیل این آدم دیگه توی مسیر زندگی تو نیست، از مسیر زندگی تو به هر دلیلی خارج شده و تو قراره که اینو توی گذشته خودت رها کنی. پس فراموش کردن رو کنار بذار، به خاطر اینکه تو بخوای فراموشش بکنی بیشتر تو رو سوق میده به این موضوع که بهش فکر بکنی. در واقع موضوع بعدی، نخواه که این پروسه برات خیلی زود اتفاق بیفته. حتما به خودت زمان بده. یعنی اگر تو توی اون جدایی اولیه هستی، تو پروسه هستی که گریه میکنی، پیام‌هاتون رو میخونی، وایساتون رو گوش میدی، جاهایی که با هم میرفتین میری، اصلا این موضوع نیست که تو بخوای بگی من باید ظرف یک هفته این آدمو فراموش بکنم، ظرف یک ماه این آدمو فراموش کنم. برای خودت زمان بخوای بذاری، اصلا همچین چیزی نیست. تو باید حتما به خودت یه سری یه زمانی رو بدی که مغزت، قلبت بخواد اون پروسه رو طی بکنه و کم کم بخواد آروم بشه. اصلا این زمان مشخصی نداره. یه سری آدما واقعا میتونن سریع به خودشون بیان، یه سری ها نه، زمان خیلی بیشتری میخواد. اصلا اشکالی نداره، همه آدم‌ها مثل هم نیستن و قرار نیست که مثل هم دیگه فکر کنن و مثل هم عمل کنن. پس این فضا رو به خودت بده. نکته بعدی، سوگواری کردن. بچه‌ها اصلا اشکالی نداره که شما به خاطر اون شخص گریه میکنید، قصه میخورید، قلبتون شکسته، آهنگ گوش میدید میزنید زیر گریه، نمیدونم یادگاری‌ها رو نگاه میکنید، میرید جاهایی که با هم دیگه میرفتین. کلا این زمانیه که مغزت، قلبت انگار میخواد قصه بخوره، انگار منتظر اینی که یه پخ بهت بگم بزنی زیر گریه. این کاملا طبیعیه و این پروسه سوگواری کردن تو برای این زمانی که تو داری نیاز داری که خالی بشی، نیاز داری که آرومتر بشی، نیاز داری که یه مقداری نسبت به اون تایم طبیعی زندگی که شاد بودی، توی حال خوبی بودی، الان خیلی فرق میکنه. الان خب تو بالاخره کسی رو از دست دادی که داشتی باهاش خاطره میساختی، شاید باهاش آینده خودت رو دیده بودی. پس هیچ اشکالی نداره اگر توی این پروسه تو گریه کنی، قصه بخوری، اشتهات یه ذره کمتر بشه، ولی نباید بذاری این پروسه زیاد شه. یعنی مراجعین دارم که بعد از ماه‌ها هنوز زندگی خودشو باخته، نمیتونه کار کنه، نمیتونه ورزش کنه، نمیتونه اصلا زندگی طبیعی داشته باشه. کلا زندگیش روی خلاصه میشه که از خواب بلند میشه، یه چیزی میخوره که فقط بتونه زنده باشه و میاد با من صحبت میکنه و میره. از اون تایم طبیعی زندگیتون آره یه کمی فاصله میگیری، چون سوگواریه بالاخره شما رو وارد یه مرحله جدیدی میکنه که تو دلت میخواد، مغزت میخواد که فقط قصه بخوره برای این آدم، اما بهش پر و بال نده.
اگر بخوای بهش پروبال بدی، اون به اندازه کافی قدرت داره که تو رو زمین بزنه. تو دیگه بهش این فرصت رو نده که بخواد این مسیر رو برات طولانی‌تر کنه. اما این سوگواری کردن کاملا طبیعیه و به خودت زمان بده و اصلا باهاش جوری برخورد نکن که انگار یه اتفاق خیلی بده به خودت بگی نه چرا باید گریه کنم، این کارو بکنم اون کارو بکنم. نه، این کاملا طبیعیه. موضوع بعدی، خودتو سرزنش نکن. اصلا به این نگو وای خدا چقدر آدم احمقی بودم، من اینو انتخاب کردم، چه آدمی بودم، کاش برمیگشتم به گذشته، اصلا باهاش وارد رابطه نمیشدم، کاش برمیگشتم گذشته اصلا جواب تماسشو نمیدادم، کاش این کارو میکردم، کاش. نه اصلا. بچه‌ها، هر انتخاب ما در گذشته بر اساس عقل ما، بر اساس درک ما توی اون زمانه و اصلا اشکالی نداره که شما توی اون برهه اون تصمیمو گرفتی. به چشم تجربه نگاهش کن. درسته که همه تجربه ها خوشایند نیستن، بعضی تجربه ها ناخوشایندن اما مفید. اصلا نباید خودتو سرزنش کنی. تو باید هم خودت رو همون آدمو ببخشی. اصلا تو قالب این که الان بخوای از پارتنرت متنفر باشی نرو، به خاطر اینکه من هر چقدر از آدمی بیشتر متنفر باشم بیشتر بهش فکر میکنم. اصلا نباید تنفر رو جایگزین اون احساست کنی. اون آدم باید برای تو هیچ بشه، یعنی نه احساس عشق و نه احساس تنفر. یک آدم معمولی، شاید حالا بگی نه این آدم یه زمان عشق من بود، چجوری بخواد معمولی بشه؟ میشه، زمان میخواد، ترمیم میشه، ولی این دل شکستگی تو میشه. حداقل باید تلاشتو بکنی که این اتفاق بیفته. مثل خیلی آدم‌ها که شکست عشقی خوردن بعدش زنده موندن، آدم‌های بهتری سر راهشون اومد، موفقیت‌های بیشتری کسب کردن. پس اصلا به این فکر نکن که باید از اون شخص الان متنفر باشی. تو هم باید خودت رو ببخشی، هم اون آدم رو ببخشی. این میتونه قلب تو رو آرومتر کنه. کما اینکه خب خیلی هاتون وقتی با یک موضوع دردناک از پارتنرتون جدا میشین، مثلا بی دلیل ولتون میکنه بعد از مدت‌ها، یا بهتون خیانت میکنه یا خیلی آسیب میزنه، دلتون پر از قصه و کینه میشه نسبت به اون آدم و میگید من نمیتونم ببخشمش. اما ازتون میخوام سعی کنید، به خاطر خودتون، به خاطر اون آدمه نه، سعی کنید ببخشیدش که این پروسه جدایی برای شما خیلی آرومتر پیش بره، یه ذره اون التهابش، اون دردش کمتر شه. این بخشش خیلی میتونه کمک کنه. نه خودتو بابت انتخابات پشیمون و سرزنش بکن، نه اون آدم رو. تو دوست داشتی تو گذشته، توی 2 سال قبلت، 1 سال قبلت، 1 ماه قبلت، 1 روز قبلت اون تصمیمو بگیری اون آدمو انتخاب کنی، هیچ اشکالی نداره. بپذیرش، تمام اون پروسه رو بپذیر و بگو من با توجه به چیزی که تو گذشته بوده با اون عقل، با اون آگاهی انتخابش کردم، هیچ عیبی نداره. کسی حق نداره تو رو سرزنش کنه، خودت هم خودت رو سرزنش نکن. موضوع بعدی، به خودت یادآوری کن که قوی هستی و میتونی این کار رو انجام بدی. هر چقدر که داری کم میاری، هر چقدر که احساس میکنی این شبا قرار نیست صبح بشه، حالم خیلی بده، به خودت یادآوری کن که من قوی هستم، من میتونم این آدم رو فراموش کنم. چرا اون تونسته منو فراموش کنه، داره راحت زندگیشو میکنه، منم میتونم، چرا نتونم بکنم؟ به خودت قوت قلب بده. و یه چیزی که توی این پروسه جدایی هست، تو الان یک خشمی داری، یک ناراحتی و یک غمی داری که این هیجان منفی، این دردی که در درون تو باید تخلیه شه. به نظر من بهترین راه میتونه ورزش کردن باشه بچه‌ها. شاید تو به خود بگی الان که حوصله ورزش کردن داره، ولی نه، خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. وقتی که میری و درگیر این میشی که مدام تحرک داشته باشی، مدام این وزنه ها رو بالا پایین کنی، بری شنا کنی، بری استخر، بری برقصی، باشگاه رفتن، خیلی میتونه کمکت کنه. اون هیجان منفی تو رو، دلتنگی تو رو، خشم تو رو، همه رو یک کمی تخلیه میکنه، چون تو نیاز داری خالی شی. حالا این خالی شدن نمیتونه با این باشه تو بری فریاد بزنی، بری داد بزنی، بری گریه کنی، همه اینا هست، ولی اون ورزش کردن خیلی میتونه به این پروسه شما کمک بکنه. بچه‌ها من ازتون میخوام حتما برید امتحانش بکنید و نگید الان من حوصله اینو ندارم. نه، ورزش کردن شاید باورتون نشه، از این التهاب بدی که داری، این زخمی که الان روی قلبت زنی میکنه، این دردی که داری حس میکنی، ورزش میتونه خیلی بهت کمک بکنه. وقتی تو ناخودآگاه درگیر این میشی که همش تحرک داشته باشی، همش حرکت بکنی، اعتماد به نفسی که از دست رفته، عزت نفسی که از دست رفته، اون حال بد، همه اینا به کمک ورزش برای تو خیلی بهتر و بهتر میشه. حتما در مورد این موضوع که ورزش چیکار میکنه با زندگی ما، چقدر زندگی ما رو قشنگ‌تر میکنه، اصلا من باید یه پادکست جدا بسازم. یعنی خوبی های ورزش اصلا توی یه پادکست نمیگنجه و اصلا به این کاری نداشته باش که الان هیکلت چجوریه، قدت چجوریه، وزن چجوری، برو ورزش کن. اون عضلات وقتی قشنگتر میشه، اون هیکلت وقتی فرمش خوشگلتر میشه، یه حسی بهت دست میده که واقعا تا نری انجامش ندی. اصلا شاید حرف من برات مسخره باشه، اما توی این پروسه جدایی اون در واقع هیجانات منفی که درون تو الان خیلی زیاده و دلت میخواد بری پاچه همه رو بگیری، حوصله هیچ کسی رو نداری، میگی ولم کنید و نمیخوای با کسی اصلا صحبت بکنی، فقط میخوای قصه بخوری، اون ورزش کردن خیلی میتونه به این که بخواد این حال بد تو، این انرژی منفی تو کم و کمتر بشه کمک میکنه. من اینو بهتون قول میدم. ورزش رو پس حتما بذارید توی روتینتون، چه
جدا شدید از عشقتون چه نشدید ورزش کنید، ولی در هر صورت توی این پروسه میتونه خیلی کمک کنه. موضوع بعدی، واقعا دست بکشید. یعنی چی؟ یعنی این که دیگه از شخصت جدا شدی، دیگه این که من برم استوریاشو چک بکنم، برم فالوینگاشو ببینم دختر فالو کرده، برم کامنتاشو بخونم ببینم کی براش کامنت میذاره، بیوشو چک کنم، نمیدونم عکسشو ببینم، اینا دیگه تعطیل. یعنی واقعا باید دست بکشی، به خاطر اینکه الان تو یه زخمی داری روی دلت، میای این زخمو شستشو میدی، زخمشو تمیز میکنی، خونشو تمیز میکنی، میخوای پانسمانش بکنی، میخوای بتادین بزنی، میخوای باند بذاری که این ترمیم بشه. ولی وقتی بری چکش بکنی، وقتی بری نگاه کنی که داره چی کار میکنه چی کار نمیکنه، خب این اون زخم تو رو همینجوری باز نگه میداره، نمیتونه بهت کمک بکنه که زخمت التیام پیدا کنه. عزیز من، باید واقعا دست بکشی و نیاز واقعا دست کشیدن اینه که دیگه تو هیچ شبکه اجتماعی این آدمو دنبال نکنی. سخته، اصلا نمیگم چیز راحتیه، ولی الان برای اینکه تو حالت بهتر بشه نیاز داری که این کارو بکنی و نیاز داری که جلوی خودتو بگیری. یه کاری که من میگم به مراجعینم بکنن اینه که یه نامه بنویس. این نامه هیچ وقت قرار نیست ارسال بشه، یعنی یه نامه‌ایه که تو بعد اینکه نوشتی یا میسوزونیش یا پاره پورش می‌کنی میندازی سطل آشغال. اصلا این نامه قرار نیست هیچ وقت ارسال بشه، اما توش بنویس همه چیو. از سلام علیکتون، حال خوبی که نسبت بهش داری، فکر کن این نامه رو قراره بخونه. احساسی که الان بهت داده، اذیتت کرده، بهت آسیب زده، همه چی رو بنویس. بچه‌ها بعد از اینکه این نامه رو نوشتین خیلی سبک‌تر میشین. شاید براتون اصلا یه موضوعی باشه که بگه خب چرا، ولی واقعا سبک میشی. هر حرفی که دلت میخواد بزنی و فکر میکنی الان نیازه که اون آدم بدونه، همه ی حرفات رو بنویس توی اون کاغذ. اون کاغذ قرار نیست هیچ وقت ارسال بشه. اون کاغذ رو بعداً بزن نیست و نابود. هر کاری میخوای بکن، ولی اینجوری نباشه بری نامه رو بهش بدی یا بیای مثلا توی صفحات تایپش بکنی بدی. نه، این نامه نباید ارسال بشه، ولی قراره تمامی احساسات تو، تمام حال تو توش بیاد و فکر کنی که اون آدم قراره این آدم روبروی من باشه و همه چی رو بخونه، همه اینایی که من می‌نویسم رو بخونه. و آخرین چیزی که باید بهتون بگم، من وقتی که با یه سری مراجعه کننده ها مشاوره دارم و صحبت دارم و دلیل جداییشون رو بهم میگن، آسیب‌های اصلا افتضاحی که پارتنرشون بهشون زده و حالا این رابطه تموم شده، بهشون میگم توی این پروسه جدا شدنه به دلیل کات کردنتون فکر کن. بهت خیانت کرده، اذیتت کرده، آسیب زده بهت، بی دلیل ترکت کرده، تو رو تحقیرت کرده. حالا چیزهایی که من با مراجعه کننده‌ام یعنی صحبت میکنن، میگن اصلا باهاشون این کارو کردم، من یه سری چیزا رو میمونم، یعنی به خودم میگم یعنی واقعا یه آدم میتونه این کارو بکنه با یه آدم دیگه؟ و بله، متاسفانه میشه از آدم، از موجود دو پا هر چیزی بعد. بهش میگم به دلیل جدا شدنتون فکر کن. یعنی اینکه اون آدم الان تو رو ولت کرده، داره زندگیشو میکنه، داره کاروبار خودشو داره، خیلی روتین معمولی که قبل از تو داشته، زمان تو هم داشته، الان هم داره. تو چرا نداری؟ تو بیا به این علت جدایی فکر کن، به این بدیهایی که بهت کرده. ببینید این در مورد تمام روابط نمیگم یعنی تو ممکنه با پارتنرت به یک دلیل خیلی قانع کننده اصلا احساس کنید که این رابطه دیگه براتون کار نمیکنه، خیلی عاقل بالغ در نهایت صحت و سلامت جدا میشید. من منظورم این روابط نیست. روابطی که طرف میاد یه آسیبی بهت میزنه، بعد اون آسیبم خداحافظی میکنه. خب این واقعا دیگه از هر من الشمس، من وقتی یاد این میافتم که این با من چیکار کرده، ناخودآگاه یه احساس بدی پیدا میکنم، هم به اون آدم هم نسبت به خودم که چرا اجازه دادم این کار با من بکنه. پس این هم میتونه بهتون کمک بکنه بتونید این آدمو راحت‌تر از مسیر قلبتون، از مسیر روح و روانتون پاکش بکنید و حتما این کارها رو انجام بدید. مطمئن باشید که پروسه جدایی پروسه‌ای که درسته زمان بره، درسته که الان قلبت شکسته و فکر می‌کنی هیچ چیزی تو این دنیا قرار نیست حالت رو خوب کنه، احساس می‌کنی فقط از آسمون این آدم افتاده بود پایین و الان دیگه قرار نیست تو با کسی آشنا شی، دوباره قرار نیست عاشق شی، دوباره قرار نیست تو رابطه خوشحال شی. همینجا بهت میگم استاپ. اصلا اینجوری فکر نکن. هیچ آدمی از نبودن یه آدم دیگه نمرده و مطمئن باش زمانی که آدم‌های سمی، آدمایی که به تو آسیب زدن به هر دلیلی از مسیر زندگی تو کنار میرن، اینقدر طبیعت و کائنات آدم‌های قشنگش و آدم‌های درستش رو سر راه تو قرار میده که واقعا به خودت میای و میگی من برای این آدم گریه می‌کردم، من برای این آدم قصه می‌خوردم، من برای این آدم می‌خواستم دیگه زندگی نکنم، دیگه نفس نکشم. من بهتون یه قولی رو میدم. وقتی الان داری به یه سری آدما فکر می‌کنی و فکر می‌کنی این آدم الان منو ولم کرده و نفست داره بند میاد از این همه قصه‌ای که می‌خوری، مدت‌ها بعد، زمان‌های دور، وقتی فقط الان روی خودت کار کنی و آدم‌های درست روی مسیر زندگی بیان،
اون زمان نفست خیلی بیشتر بند میاد از یادآوری اینکه من به خاطر اون آدم اون همه قصه می‌خوردم، به خاطر آدمی که اصلا حال من براش مهم نبود، به راحتی بهم آسیب زده، منو ول کرده. و واقعا این موضوع اتفاق میفته. خیلی میبینم توی پرسه‌ای که دارم با مراجعینم خیلی این اتفاق میفته و همیشه میگم تو فکر میکنی الان از این درد قراره بمیری، قراره که خیلی آسیب ببینی، خیلی زخمی بشی، ولی همش رو به چشم یه تجربه که ناخوشایند بوده، تجربه که آره واقعا روح و روان تو به هم ریخته، اما بهت درس بزرگی داده، این که هیچ کس جز خودت قرار نیست که آخر عمر کنارت باشه. انقدر رو خودت کار کن، انقدر خودتو دوست داشته باش که چه این آدمه اومد، چه این آدمه رفت، چه یکی بهترش اومد، چه اون بهتره هم رفت، تو باز هم خودتو دوست داشته باشی و اصلا نخوای به خاطر جدایی ها حال خودتو انقدر خراب کنی که از روتین زندگی خودت، از اون دستاوردی که تلاش کردی براش بیفتی و دیگه نتونی بلند شی. اینا همش نیاز اینه که اون وابستگی رو از خودتون خیلی کمتر بکنید. من به همتون قول میدم دوباره یک آدمو خیلی میتونید دوست داشته باشید، دوباره یه آدمی میاد تو مسیرتون که خیلی دوستتون داره، آدمی که واقعا شما رو میخواد، با همه کم و کاستی هاتون دوستتون داشته باشه و بتونید کنار هم دیگه رشد بکنید و حال دلتون خوب باشه. دوستتون دارم. خیلی خودتون رو دوست داشته باشید. حتما نظراتتون رو در مورد این پادکست برام کامنت کنید. نظرات شما واقعا میتونه بهم کمک کنه که این مسیر رو ادامه بدم یا نه و خیلی میتونه تو انرژی که میگیرم بهم کمک کنه. حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید. ویدیوهای بعدی رو هم چند روز دیگه میذارم. کانال رو داشته باشید که ویدیوهای بعدی رو هم از دست ندید. خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.